تو اتوبان داشتیم میرفتیم، چون ما هر سال از آمل پیاده میریم کربلا، 45 روز پیاده روی داریم. تو اتوبان فامنین به سمت همدان داشتیم میرفتیم، یه زانتیای مشکی رنگ برخلاف جهت ما داشت میرفت تا ما که رسید دور زد. من یه لحظه ته دلم لرزید، گفتم مبادا مثلا بخوان به کاروان اهانتی تو این چیزی بشه. سریع اومدم عقب کاروان، بعد ماشین اومد پشت کاروان ایستاد و یه آقا پسری پیاده شد با لباسای خیلی غیر متعارف پیاده شد. بعد من برای اینکه مثلا پیش دستی کرده باشم سریع اینو بغلش زدم، یه مطایبه طلبگی که رفاقت ایجاد بشه، اگر چیزی هم میخواد بگه با این سر و وضعش به ما حداقل حیا کنه نگه. بعد دیدم زیر گوشم حق حق میکنه، صورتشو بلند کردم به پهنای صورت در اشک میریزه. گفتم برای چی داری اینقدر گریه میکنی؟ فکر نمیکردم اینقدر ناز باشی. بعد گفت که ما داشتیم میرفتیم برای گناه، شما رو دیدیم که همه با لباس سفیدید، پرچم سرخ ابا عبدالله به دستتون هست. گفتیم خدای اینا دارن کجا میرن، ما داریم کجا میریم؟ برو به امام حسین بگو ما توبه کردیم. تو این ماشین 2 تا آقا پسر 2 تا دختر خانم نگاه کردم، دیدم هر 4 تاشون دارن گریه میکنن. اومدیم جلوتر، یه آقا پسر تقریبا 17 ساله اینجوری یه سفره رو پهن کرده بود، داشت خیار میفروخت. بعد به کاروان ما رسید، 4 گوش این سفره رو جمع کرد گذاشت تو ماشین تدارکاتمون. بعد اومد پیش من گفت رفتی به امام حسین بگو که هرچی داشتم و دادم. یعنی تمام داراییش همین یه سفره خیار بود. رفتیم تو شهر بهار، یه خانم اومده بود پیش من گفت حاج آقا یه خواهش میتونم بکنم؟ گفتم بفهم. یه انگشتر میتونی ببرید حرم؟ گفتم باشه. کدوم حرم؟ بعد مکسی کرد، اون انگشتر دیگه‌ش هم در آورد، گفت که اینو ببر حرم امام حسین، اینو ببر حرم حضرت ابوالفضل. دلش نمی اومد به که مثلا یه انگشتر رو به یه حرم. و لحظه به لحظه امام حسین خاطره است